به نام خدایی که خاک آفرید، کزان خاک انسان پاک آفرید. عرض سلام و احترام به همه شما عزیزان. من آرزو گرشاسبی هستم با اولین فصل برنامه لمس زندگی. امروز یه میهمان عزیز داریم که متخصص طب فشاری، حرکات اصلاحی، رفلکسولوژی، تغذیه و مزاج شناسی، سرکار خانم دکتر فرید ایرج، که قطعا این گفتگو برای شما موثر و آگاهی بخشه. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش اومدین به برنامه مرسی. لمس زندگی. لطف کنید خودتون رو معرفی کنید برای بیننده‌های لمس زندگی. خیلی ممنون. به نام خدای بخشنده مهربان، فرید ایرج هستم، دکتری علوم ورزشی و همچنین پژوهشگر در طب سنتی، حالا طب سنتی کشورهای مختلف، و همچنین دبیر آموزش و پرورش هستم و همچنین استاد دانشگاه. خب در خدمتتون. خواهش میکنم، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. مرسی. خانم دکتر بفرمایید که شما چند ساله وارد این حیطه کار شدید و چطور شد که اصلا وارد کار شدید؟ خب ببینین، قطعا این سوال از هر کسی که بپرسین یه جواب خاص خودشو داره. بله. بعضی وقتا خب جواب شخصی هستش، بعضی وقتا نه، خب به عموم جامعه مرتبط میشه. من خب با توجه به اینکه رشتم رشته علوم ورزشی بودش، ما کلا با این مقوله ماساژ آشنا بودیم و خب در زمان ما که ما داشتیم حالا توی باشگاه‌ها یا حتی توی مدرسه که ما تدریس می‌کردیم این کار رو انجام میدادیم. ولی من وارد پژوهش و آشنایی با طب سنتی که شدم، دیدم که طب سنتی هم دستی تو کار داره که اسمش میشه اعمال یداوی. بله. من حقیقتاً به صورت منسجم با اعمال یداوی شروع کردم که سالها بودش که این کار رو انجام میدادیم. بعد اومدم خواستم که یه شکل خاص بگیره. اون شکل خاص شد به صورتی که ما وارد مقوله فنی و حرفه‌ای شدیم و گفتیم که قطعاً باید یه دوره‌ای گذرونده بشه. چند سالتون زمینه فعالیت دارید؟ من اگر که بخوام از زمینه حالا اعمال یداوی حساب بکنم، تقریباً از سال 90-91 این استارت خورده شد، ولی خب قبلش که خب این سابقه توی دانشگاه بود، ولی به صورت منسجم از سال 96 این کار شروع شدش و از سال 99 دیگه وارد مقوله ماساژ، علوم ورزشی و طب سنتی شدن به صورت تلفیقی. درسته، خیلی هم عالی. خب تو این مسیری که از سال 99 تا حالا هستین، چه سختی ها و چالش هایی با چه چالش هایی روبرو شدین؟ ببینید، چالش خاصش به این صورت هستش که ما خودمون باید چالش رو حل بکنیم، ولی بیشترش این بود که آشنایی نداشتن عموم جامعه با این مقوله بودش. ما میگیم وقتی که آشنایی پیدا بکنن و بتونن درکی از اون قضیه داشته باشن، باوری از اون قضیه داشته باشن، خیلی ما راحت‌تر میتونیم کار رو انجام بدیم. مردم خب باوری از این نداشتن و حالا کرونا همیشه یه لطفی داره و یه معایبی داره. لطفش این بود که مردم آشنا شدن با مزیت طب سنتی، ماساژ، فعالیت‌های بدنی، بعد متوجه شدن که خب خیلی نقش داره تو این قضیه و تونستن استفاده بکنن و این آشنایی باعث شد که کار ما راحت‌تر بشه. درسته. بله. خانم دکتر، به نظر شما ماساژ آیا تأثیر روی کیفیت بهبود زندگی ما آدما داره؟ لطف کنید برای بینندگان لمس زندگی توضیح بدید. خب ما اگر بخوایم تعریفی از ماساژ داشته باشیم، میگیم ماساژ یک کلمه فرانسویه که اصل تعریفش میشه دست کاری کردن یا دست ورزی کردن، که میایم روی عضلات، مفاصل، روی بافت‌های پیوندی، تاندون‌ها، رباط‌ها میایم فعالیت میکنیم. خلاصه تو این نمیشه، خلاصه تو یه قضیه‌ای نمیشه که ما فقط بگیم که مخصوص عضله است یا مخصوص مثلا حالا فاشیاست یا مخصوص بافت‌های پیوندی. حتی اندام‌های بدن ما هم توی ماساژ درگیر میشن. درسته. مثلا ما میگیم ما ماساژ مخصوص کبد داریم یا ماساژ مخصوص مثلا سیستم گردش خون داریم. مهمترین جواب برای سوال شما اینه که چون ماساژ میاد گردش خون رو بهبود میبخشه، پس بنابراین تمام بدن رو میاد درگیر میکنه و بسیار موثر. درسته، مرسی، ممنون از توضیحات شما. با توجه به تجربه کاری که دارین، چه نوع ماساژ محبوب بیشتر بین مردم و شما خودتون چه سبک ماساژ رو بیشتر دوست دارید؟ خب
ما یه تعریفی داشته باشیم، چون بله. ماساژ دسته‌بندی های مختلف بله، داره. بله. ما ماساژ های آرامش بخش داریم که توی مردم به اسم ریلکسی جا افتاده. یک سری ماساژ ها داریم به اسم ماساژ های ورزشی که اصولاً بر بچه‌های ورزشی کار میشه. یه سری ماساژ ها داریم بهش میگن ماساژ درمانی یا ماساژ بهبودیابی یا حالا همون ماساژ تراپی که برای بهبود حالا یه سری انسدادها استفاده میشه که هر کدوم با توجه به شناختی که عموم جامعه داشته باشن مورد استفاده قرار میگیره. درسته. و خب محبوبیتش برای مردم اگر که بخوان به صورت پیشگیری کار بکنن، اون آرامش بخش بسیار خوبه. برای ورزشی ها باز دوباره هم آرامش بخش خوبه، هم به صورت ورزشی میتونن کار بکنن. و ماساژ درمانی ماساژی هستش که میتونه خیلی از مشکلات مردم رو حل بکنه. درسته. بله. اگر که پیش متخصصش برن. بله. و ماساژ محبوب شما؟ ماساژ محبوب من کاری که انجام میدم بیشتر تراپی کار میکنم و چون که تلفیقی کار میکنم، من تلفیقی از ماساژ، علوم ورزشی، فعالیت‌های بدنی و طب سنتی کار میکنم و این تلفیق رو به صورت پژوهشی انجام دادم و بسیار تاثیرگذاره. و بیشتر همون ماساژ بهبودیابی یا همون ماساژ تراپی رو من کار میکنم. مرسی، ممنون از شما. حالا با توجه به فعالیتی که تو این چند ساله دارین، بیشترین دروغی که توی صنف ماساژ شنیدین چی بوده تا حالا؟ خب ببینین حجم زیاده، نمیتونیم حالا اون برچسب دروغ رو روش بذاریم. ما نمیتونیم مثلا از لفظ دروغ استفاده بکنیم. گاهی اوقات یک سری قلوب‌ها میشه وقتی یه سری بیشتر از اندازه‌ای که هست صحبت میشه، مخاطب رو دچار اشکال میکنه. ما همیشه میایم میگیم معتبرترین مدرکی که میتونین استفاده کنین برای کار ماساژ، یک ماساژ کاربر هستش که مدرکش میشه فنی و حرفه‌ای. دو ماساژ ورزشی هستش که مدرکش زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی هست. و اگر که ما این دوتا مدرک رو داشته باشیم، به راحتی میتونیم ادامه کار بدیم. حالا باز مدارک دیگه میشه حکم دانش افزایی. این یکم چالش برانگیز هست. مرسی، ممنون از قربان شما. و اینکه نظر شما برای کسایی که میخوان اولشونه بیان توی این حیطه کار، چه اقدامات اولیه‌ای باید انجام بدن؟ توصیه شما چیه؟ لطف میکنید بفرمایید. خب این خیلی سوال جالبی بود. من به دوستان عزیزم که تمایل به این کار دارن و دوست دارن تو این حیطه کار بکنن یه توصیه‌ای میکنم، اینکه شما اگر که بیس علمی و بیس تجربی ندارین، هیچ وقت تو این قسمت قدم نذارین. چرا؟ چون بیس علمی خیلی شرطه. شما اگر که آشنایی با علم ماساژ، علومی که مرتبط با ماساژ هستن نداشته باشین، مطمئن باشین دچار چالش میشین. یکی از دروس مهمی که ما داریم آناتومی، فیزیولوژی، حرکت شناسی، آشنایی با تیپ بدنی، پیکر سنجی. در کنارش اگر که بخوایم طب سنتی رو بیایم اضافه بکنیم، یه سری مزاج شناسی، شناخت روغنها، باز دوباره روانشناسی، اینها دست به دست هم میده و میاد بیس کار ماساژ رو میسازه. چون شما علاوه بر این که با جسم مخاطبینتون سر و کار دارین، با روحشون هم سر و کار دارین. از فرمایش شما اینه که کسی که میخواد وارد این بازار کار بشه باید حتما یه تحصیلات دانشگاهی مرتبطی داشته باشه بعد وارد بشه. نمیتونیم قطعا این صحبت رو داشته باشیم، چون توی قسمت فنی و حرفه‌ای یه همچین حالا قانونی گذاشته نشده. میگن افراد میتونن بیان آموزش فن رو ببینن، ولی وقتی که میخوان اون فن رو آموزش ببینن، مستلزم این هستش که یه آشنایی با علوم پایه داشته باشن. حالا اگر مدرسی رو انتخاب میکنن که اون مدرس خودش کاملا واقف به این موضوع هست، خب خیلی عالی. ولی اگر که این موضوعات رو باهاش آشنایی نداشته باشه، برای آزمونشون یا برای ادامه کارشون دچار چالش میشن. درسته، مرسی. و اینکه به نظر شما روغن‌های گیاهی چه خاصیت‌هایی میتونه تو ماساژ داشته باشه؟ خب ماساژ ها مختلفن. بعضی از ماساژ ها نیاز به روغن داره که حالا توی صحبت هامون که ما استفاده میکنیم اصطلاحاً بهش میگیم اویل یا اویل ماساژ. خب اونها نیاز به روغن دارن. بعضی از ماساژها نیاز به روغن ندارن، پس قطعاً میره کنار، مثل تای ماساژ. یا یه سری ماساژهای درمانی که ما انجام میدیم نیاز به روغن نداره. حالا چرا روغن گیاهی؟ به خاطر اینکه بدن ما هوشمنده.
بر اساس اون هوشمندی بدنمون ما میایم روغنی رو که بدن میاد باهاش سازگاری داره استفاده میکنیم. هم از لحاظ تب شناسی، هم از لحاظ مزاج شناسی، هم خود فرد باید بررسی بشه، هم روغنی که میخواد استفاده بشه. گاهی اوقات میگن مگه از طریق پوست ما جذب هم داریم؟ بله، 100% این جذب انجام میشه و بسیار تاثیرگذاره. درست، مرسی. و اینکه آیا با ماساژ چه مشکلات جسمی میشه برطرف کرد؟ خب الان پژوهشی که من انجام دادم طی این حالا ماهای گذشته، اومدیم روی ماساژ تراپی سیستم های بدن کار کردیم. وقتی که ما میایم برنامه هفتگی ماساژ رو به صورت درمانی برنامه ریزی میکنیم، این میاد کمک میکنه به یک سری رفع انسدادها. انسدادها چرا ایجاد میشن؟ به واسطه گردش خون نامناسب، یعنی گردش خون ما خوب انجام نمیشه. بنابراین به واسطه ماساژ های تراپی یا حتی ماساژ آرامش بخش ما میایم گردش خون رو کامل میکنیم، گردش لنف رو کامل میکنیم. به واسطه این انسدادها برطرف میشن و کلی درمان های خاص خودشون دارن. اگر شخصی برای اولین جلسه میخواد ماساژ بگیره، برخورد و نوع رفتاری اون که مرکزی که هست، حالا خدماتی که میخواد بگیره، به چه صورت باشه بهتره که اون کلاینت راضی باشه که بخواد حالا مجدد برگرده؟ خب این همیشه یه چالشه. توی کلاس هایی که ما آموزش میگیم که شما مخاطبتون رو باید بشناسین، حتی در بدو ورود. وقتی که ما میایم تیپ شناسی رو تدریس میکنیم یا همون مزاج شناسی رو تدریس میکنیم، از بدو ورود مشخص میشه که مخاطب ما چه نوع تیپ بدنی داره. بر اساس شناخت تیپ بدنی ما برخوردمون رو باید باشون داشته باشیم. پس بنابراین نمیتونیم بگیم که ما با همه افراد میتونیم یه نوع برخورد داشته باشیم. مثلا میگم من با بعضی از افراد میام خیلی نرم و لطیف برخورد میکنم، شاید اون فرد پذیرای این لطافت من نباشه. پس شرط اول اینه که من مخاطبم رو بشناسم حتی در لحظه ورود، که برمیگرده همون بحث آموزش و مزاج شناسی. درسته. و اینکه به نظرتون یک مدرس حرفه‌ای و کاربلد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ ببینید اگر که بخوایم خب مدرس رو بیایم در موردش صحبت بکنیم، ما کلاً باید یک سری اصول روش و تدریس، اصول ارزشیابی، اصول روانشناسی رو بررسی بکنیم. ولی زمانی ما میتونیم معلم خوبی باشیم که بتونیم ارتباطمون رو با مخاطبمون بسیار عالی بیایم برقرار بکنیم. درست. اگر من مخاطبم رو نشناسم نمیتونم باهاش ارتباط برقرار بکنم. یک. دومین مورد اینه که من از لحاظ سطح علمی انقدر بالا باشم که اگر سوالی از من کردن من بتونم پاسخگو باشم. از لحاظ فنی و تجربی انقدر مهارت داشته باشم که بتونم اون قسمتی رو که سرفصل من هست بتونم راحت تدریس بکنم. و از لحاظ فن بیان و سخنوری انقدر تبحر داشته باشم که اگر بخوام یه مطلبی رو به مخاطبم برسونم دچار استرس و اضطراب، یا این که حداقل تو حالا زبون خودمون تو عامه بگیم کم نیارم جلوی مخاطبم، جلوی هنرجو، جلوی دانشجو کم نیارم. پس شرط اصلیش من میگم هم علم، هم تجربه است، هم فن بیان، هم شناخت از مخاطب. درسته، مرسی. و اینکه ماساژ چه عوارضهایی میتونه برای شخصی که ماساژ میگیره داشته باشه؟ زمانی که ما میخوایم کلا ماساژ رو انجام بدیم، قبلش میگیم که باید یه برگه سلامت رو به مخاطب بدیم تا برگه رو پر بکنیم. درسته، بله. اگر که ما دوباره شناخت روی مخاطبمون نداشته باشیم دچار چالش میشیم، چون مخاطب ما احتمال داره فشار خون داشته باشه، دچار یک سری بیماری‌های زمینه‌ای باشه، ناراحتی پوستی داشته باشه. یه سری از این بیماری‌ها منع ماساژ داره. بنابراین خیلی باید توجه بکنیم که به اون ممنوعیات ماساژ خیلی فکر کنیم. اینکه مخاطب من الان میخواد ماساژ بگیره، آیا این ماساژ براش مفیده یا مضره؟ پس بنابراین این هم دوباره تو آموزش ها گفته میشه که چه منعیاتی داره، چه مزایایی داره و چه معایبی داره. درسته. بعد از خدمات ماساژ چه نوشیدنی میل کنه کلاینت بهتره؟
خب دوباره یه سوال مرتبط با تیپ شناسی شما بله. پرسیدین. ببینید زمانی که دوباره من مزاج فرد رو بشناسم متوجه میشم که الان فردی که به من مراجعه کرده چه نوع مزاجی داره، چه نوع تیپ بدنی داره و چه نوع نوشیدنی من باید براشون آماده بکنم. یه مثال میزنم. مثلا یه فرد میاد پیش ما از لحاظ تیپ بدنی اکتومورفی که معادلش توی طب سنتی میشه گرم و خشک. بله. ایشون فردی هستش که خیلی دوست داره کارش زود انجام بشه و از لحاظ رطوبتی سطح رطوبتش پایینه، پس بنابراین احتمال عصبانی شدنش بالاست. من باید نوشیدنی برای ایشون استفاده بکنم که میزان گرم و خشکیش چی باشه؟ پایین باشه. بیایم توصیه میکنیم نوشیدنی خنکی باید استفاده بشه که از لحاظ مزاجی گرم و خشک هم نباشه. مثل چی؟ مثلا شربت بهلیمو، شربت آبلیمو. پس بنابراین به ایشون ما نباید بیایم دمنوش آویشن بدیم چون حالش بدتر میشه. پس باز باید بشناسیم دوباره که به چه باید صورته بشناسیم. و نوشیدنی مناسب بدن اون شخص بهش بده. و اینکه بفرمایید تاثیر ماساژ بر استرس و افسردگی چیه؟ چطوری؟ آیا میتونه تأثیری داشته باشه؟ 100% تاثیر داره و من همیشه میگم بهترین راهکار برای حال خوب داشتن و کم شدن استرس ماساژ هستش. البته ماساژی که به صورت تخصصی روی شما انجام بشه. ما به افرادی که دچار غلبه سرد و خشکی هستن و غلبه سودا، خلط سودا رو دارن توصیه میکنیم که ماساژ بگیرن با روغن‌هایی که میاد اون سطح سرد و خشکی رو میاره پایین، مثل روغن بادوم شیرین. و تخصصی که ما تو این زمینه میتونیم برای شما بیایم هدیه بدیم براتون، یک نوع ماساژ هستش که بهش میگیم ماساژ کرانیوساکرال که تخصصی برای سطح بالای دوپامین هست و میاد اون استرس رو کم میکنه. درست. و اینکه خانم دکتر بفرمایید به نظر شما یک ماساژیست حرفه‌ای با چه خصوصیات اخلاقی داشته باشه؟ خب در وهله اول ماساژیست حرفه‌ای باید امانتدار باشه. یعنی مهمترین مبحث اینه که ما باید امانتدار مراجعمون باشیم. اگر صحبتی میکنه، اگر درد و دلی میکنه، قرار نیست حرفش جایی زده بشه. و اینکه از لحاظ اخلاقی باید موازینی رو رعایت بکنه که توی ماساژ بهش آموزش داده شده. مثل چی؟ مثل برخورد درستی که باید با کلاینت داره در بد به ورود، برخورد محترمانه‌ای که بعد از ماساژ باید با ایشون داشته باشه، یا اینکه اون یه سری ما تو پوششمون باید یه سری موازین رو رعایت بکنیم که جزء اخلاقیات ما میشه، یا تو سخن گفتنمون باید یه سری موازین رو استفاده کنیم جزء اخلاقیات حساب میشه. بله. بعد بعضی ماساژیستا میبینم که ناخن دارن، ناخنای بلند دارن، لاک دارن یا حتی مثلا زیورآلات، انگشتر. اینا برای ماساژ کار غیر حرفه‌ایه. دقیقاً غیر حرفه‌ایه. به خاطر اینکه اگر که ما بخوایم از لحاظ حالا حرفه‌ای نگاه بکنیم، اون ناخن میاد پوست بدن رو دچار خشم میکنه. درسته. ولی از لحاظ ظاهرم که ما داریم نگاه میکنیم، یه ماساژیست باید ظاهری کاملا مرتب داشته باشه. درست. موهای بسته، سربند داشته باشه، زیورآلات نداشته باشه، ناخن‌ها کاملا کوتاه باشه و خودش از لحاظ بهداشتی باید درجه 1 باشه. بعد میتونه به کلاینتش بگه که ببخشید قبل از ماساژ شما حتما دوش بگیرین تشریف بیارین. بله درست. مرسی، ممنون از شما. خانم دکتر شما تا حالا با این موضوع برخورد کردین که ماساژ باعث بروز مشکل نهان در فرد بشه؟ خب بستگی داره که اون مشکل نهان مشکل روحی باشه یا جسمی باشه. بله. خب این اتفاق پیش میاد. مثلا مشکلات روحی زمانی که شما دارین ماساژ رو انجام میدین، اصطلاحاً ما میگیم که کلاینت دچار برون ریزی میشه. یه سری برون ریزی ها داره. بعد ما تو ماساژ یه سری نقاط فشاری داریم. وقتی روی اون نقاط فشاری کار میکنیم، اصلا حالا بیمارمون، مراجعمون، کلاینتمون، هر اسمی که میذاریم، یک مرتبه میبینیم که دچار یه برون ریزی بسیار زیاد میشه. درسته. که اصطلاحاً توی طب سنتی میگیم دفع سودا میکنه. یا همون کرانیوساکرالی که توضیح دادم در موردش. ولی اگر مشکل جسمی باشه، مثلا ما میایم روی لنف، روی گردش خون کار میکنیم. وقتی که رو اینها مانور میدیم، یه سری انسدادها برطرف میشه. وقتی انسداد برطرف میشه، بروز یه سری بیماری ها رو داریم. مثل چی؟ مثلا دیابت نهان مشخص میشه، فشار خون نهان مشخص میشه،
چرا؟ چون به کلیه برمیگرده. بنابراین ما دوباره زیر نظر پزشک میتونیم یه سری تمهیدات رو داشته باشیم. درسته، مرسی، ممنون از شما. حالا بفرمایید نظرتون در مورد HPV چطوره؟ خب HPV هم یا همون زیگیل تناسلی جزء بیماری‌های پوستی هستش. ما توی ماساژ کلاً منع ماساژ برای کسایی داریم که بیماری پوستی دارن. حالا HPV یا همون زیگیل تناسلی میاد نواحی که برای قسمت دستگاه تناسلی هست درگیر میکنه. حالا شاید مثلا کشاله های ران هم درگیر بشه. تو این قسمت هم ما باید دقت بکنیم. چرا باید دقت بکنیم؟ چون اگر که ما بخوایم ماساژ اویل رو انجام بدیم یا هر گونه ماساژی که بدون لباس هست بخوایم انجام بدیم، اگر که تماس و لمس انجام بشه خب قاعدتاً اون مشکل پخش خواهد شد. پس بنابراین باید اینجا جانب احتیاط رو نگه داشت. میتونیم مثلا از ماساژهای استفاده بشه که نیاز به درآوردن لباس یا استفاده از روغن نیست، مثلا ماساژهایی که مثل ماساژ تایلندی هست یا یه سری از ماساژهایی که توی طب ایرانی خودمون مثل دلک و غمز استفاده میکنیم. ولی تو هر زمینه‌ای ما اگر خواستیم ماساژ رو کار بکنیم که یک سری بیماری هایی دارن، باید زیر نظر پزشک با دستور پزشک انجام بشه. درسته، مرسی، استفاده کردیم. یه نکته منفی که در مورد ماساژیستا همیشه میگن چیه به نظر شما؟ لطف کنید برای بیننده‌های لمس زندگی بیان کنید. ببینید اگر که بخوایم از لحاظ اخلاقی یا از لحاظ مثلا عرفی ما توی جامعه نگاه بکنیم، هنوز اون نگاه مثبت به این قضیه ماساژ دیده نمیشه. ما یه نگاه مثبت روی ماساژ اگر داشته باشیم میگیم ماساژ باعث آرامش بخشی بدن میشه، باعث سلامتی بدن میشه، باعث بهبود گردش خون میشه و شاید یه سری از بیماری ها رو برطرف بکنه، یا این که بیاد در کنار پزشکی مکمل پزشکی باشه یا در کنار قضیه فعالیت‌های بدنی مکمل فعالیت‌های بدنی باشه. ولی اون نگاه منفی به این صورت هستش که میگن هر کس که داره ماساژ کار میکنه پس حتما یه کار غیر اخلاقی داره انجام میده و این باید جا بیفته که ماساژ یک کار غیر اخلاقی نیست. ماساژ یک علمه، یک علمی که در کنارش باید کوهی از تجربه باشی که بدونی چطور باید با کلاینتت، با بیمارت، با مراجعه کنندت رفتار بکنی. یک نکته رو من بگم همیشه به بیننده های محترم که ما در ایران زندگی میکنیم و یک سری قوانین برای خودمون داریم جدای از هر گونه صحبتی که میشه. متاسفانه آقایون میان درخواست ماساژ میکنن از خانوما و این کار از نظر ما که توی صنف ماساژ هستیم غیر اخلاقی محسوب میشه. پس من خواهش میکنم که یه همچین طرز تفکری رو کنار بذاریم. مرسی، ممنون از شما. و اینکه خانم دکتر به نظر شما تغذیه قبل از ماساژ مهمه؟ چقدر اهمیت داره؟ بله، تغذیه، فعالیت بدنی، استراحت، خواب، همشون در ماساژ نقش دارن. ما همیشه تو فعالیت‌های ورزشی میگیم 3 ساعت بعد از تغذیه شما میتونی فعالیت ورزشی داشته باشی. ماساژ گفتم توی صحبتم جزء فعالیت‌های ورزشی محسوب نمیشه ولی میتونیم کامل کنندش باشیم، چون توی ماساژ ما داریم تحریک عضلات رو انجام میدیم، تحریک بافتا رو انجام میدیم، روی تاندون‌ها کار میکنیم، گاهی اوقات روی گوارش ما مانور میدیم. پس حتما باید تغذیه رو قبل از ماساژ ما بیایم تنظیم بکنیم. کم کم 1 ساعت باید از اون تغذیه ما گذشته باشه. حالا تغذیه‌ای که میگیم مثلا چی؟ مثلا ناهاری که میخوریم، صبحونه‌ای که میخوریم، نه اینکه مثلا اگر من اومدم یه مکمل یا یه نوشیدنی یا اینکه مثلا یه دونه موز خوردم، نه، این مشکل ایجاد نمیکنه. اون غذایی که ما میایم میگیم که سطح حجمش بالاست، سبک باشه، سبک باید ماساژ بگیره سبک باشه. درسته؟ بله. مرسی. و توصیه شما برای تغذیه مناسب حالا قبل و بعد ماساژ هم لطف کنید به ما بفرمایید، ممنون میشه. باز دوباره اینجا ما برمیگرده فکرمون به همون فعالیت بدنیه. ما همیشه توصیه میکنیم قبل از اینکه ما بخوایم ماساژ بگیریم باید یه غذای سبک بخوریم، حداقل غذایی باشه که سطح قند خون ما رو پایین نیاره. اگر که فرد دچار
دیابت باشه، حالا چه دیابت نوع 1 چه دیابت نوع 2 باشه، اون که حتما باید تمهیدات خودش رو داشته باشه زیر نظر پزشک. اگر که افرادی باشن که ما میگیم سالمن که اومدن، باید از یک خوراکی استفاده بکنن که سطح قندشون در طی ماساژ پایین نیاد. مثلا میاد یه دونه شکلات میخوره، این شکلات سطح قند رو یه دفعه میبره بالا، حین ماساژ به شدت سطح قند رو میاره پایین. پس ما میایم از خوراکی های استفاده میکنیم که قند رو در مدت ماساژ، به خصوص ماساژ های ریلکسی که 1 ساعت 1 ساعت و نیم طول میکشه، تنظیم نگه میداره. پس میایم توصیه میکنیم که 1 ساعت یا نیم ساعت قبل از اینکه ماساژ بگیری، نهایتا مثلا یه سیب زمینی پخته میل کنین، یا اینکه مثلا خرما بخورین بیاین، یه غذایی که بتونه قند شما رو حفظ بکنه تو اون شرایط. چون پیش اومده که حالا مثلا کسی که بعد ماساژ اومده ماساژشو گرفته و اینکه بعدش میخواد بره، اصلا نمیتونه از جاش تکون بخوره، سرگیجه داره و قندش افتاده. پس این اون تغذیه مناسب قبل ماساژ رو رعایت نکرده. یکی اینه، یکی هم به خاطر گردش خونشونه. بعضی از افراد به خاطر تیپ بدنیشون، خب زمانی که ما ماساژ میدیم سطح گردش خونشون عمقی میشه. به خاطر ماساژ اشتباه ما سطح گردش خونشون عمقی میشه و به سطح پوستشون دیگه خون رسانی ندارن. یا اینکه تمرکز ماساژ ما روی اندام‌هایی هستش که تمرکز خون رو از مغز میارن به قسمت‌های سطحی یا قسمت گوارش یا قسمت‌های تحتانی. اون موقع که بلند میشه یه سرگیجه داره چون خون نرسیده، باعث افت قندش، هم قند هم فشار. درسته، مرسی. و اینکه یه سال دیگه ماساژهای درمانی آیا همیشه همراه با درد هست؟ چون خیلی‌ها باورشون بر اینه که میگن ماساژ میدیم باید درمانی به اصطلاح باید درد میکشی، اشکال نداره، این داری خوب میشی. درست. آیا این درسته؟ ماساژ درمانی باید درد بکشی؟ خب ماساژ درمانی قسمت‌های مختلف و شکل‌های مختلف داره. بعضی از ماساژ درمانی‌ها نیاز به فشار داره، بعضی از ماساژ درمانی‌ها نیاز به فشار نداره. زمانی که ما میایم عضله رو درگیر می‌کنیم، بافت رو درگیر می‌کنیم، اون فشاری که به صورت استاتیکی ما میاریم، تمرکزی میاریم، گاهی اوقات بعضی از نقاط دچار درد میشن. ولی اگر که شما بعد از ماساژ تمام بدنتون درد بگیره یا دچار کوفتگی خیلی شدید بشید، این اشتباهه. ولی اگر ما میایم از ماساژ نقاط فشاری استفاده میکنیم، گاهی اوقات اون نقاط در اثر فشار استاتیکی ما دچار درد خواهند شد. ولی باز هم نوع تراپی ها با هم فرق میکنه. پس نباید دردی باشه که غیر قابل تحمل باشه. دقیقاً. طرف اذیت نشه، جوری نباشه کلاینت اذیت بشه. به قول شما بعد چند روز میبینی کوفتگی داره، اذیت میشه. مرسی، ممنون از شما. خانم دکتر، شما بخواید یک کتاب مفید در حوزه ماساژ به بیننده‌های لمس زندگی بفرمایید، چه کتابی رو معرفی می‌کنید؟ ببینید کتاب‌ها خب متفاوته. کتاب‌های خیلی زیادی از اساتید خیلی بزرگی نوشته شده، ولی کتاب‌هایی برای ماساژ و مقوله فعالیت‌های ورزشی، تربیت بدنی، تغذیه چاپ شده که نوشته و تالیف یا ترجمه آقای دکتر شمس هستش. اگر که حالا استفاده کنن یا تو گوگل بزنن کتاب ها میاد و مورد استفاده است. مرسی، ممنون از شما. خانم دکتر، اگه شما یه بنر تبلیغاتی خیلی بزرگ در اختیار داشته باشید، چه نکته‌ای روش می‌نویسید که نظر همه رو جلب کنه؟ من نکته‌ای رو می‌نویسم که دارم روش کار می‌کنم. میگم که داشتن سلامتی منوط به سبک زندگی سالم. سبک زندگی سالم مساوی فعالیت ورزشی، ماساژ، طب سنتی. مرسی، ممنون از شما. خانم دکتر، به عنوان جمع‌بندی اگه نکته‌ای هست بفرمایید به بیننده‌های لمس زندگی. توصیه می‌کنم که خانواده‌های محترم، مادرای محترم توی خونه درایت داشته باشن، مدیریت داشته باشن، یک سبک زندگی سالم رو در خونه حاکم بکنن و به بچه‌ها یاد بدن تا نسل آینده بسیار خوبی داشته باشیم با تمام تفکرات سالم راجع به سبک زندگی سالم. مرسی، ممنون از حضور گرم شما، خیلی لطف کردید. امیدوارم که این قسمت از برنامه لمس زندگی براتون مفید واقع شده باشه. من که خودم خیلی آموختم از خانم دکتر. تا درودی دیگر، بدرود.